یه هفته گذشته از آقای نصوری عزیز و نازنین یاد گرفتیم پیرامون امام زمان و تکالیفی که داریم نسبت به ایشان که باید انجام بدیم، تکالیف فردی و اجتماعی. خدا هممون کمک بکنه بتونیم در مسیر انتظار گام‌های درستی رو برداریم، انتظار فعال و پویا انشاءالله. آقا سلام عرض کردم، خیر مقدم، خوشحالم از دیدارتون. علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای قوامی عزیز و بیننده های فریختتون. انشالله که بتونیم بهره های معنوی خوبی رو از ماه رجب ببریم و خودمون رو آماده کنیم انشالله در ماه شعبان، قله جشن نیمه شعبان در ماه شعبان، انشالله که بتونیم یک انسان اثرگذار باشیم در امر فرج انشالله. انشالله که هممون همینطور باشیم. یک گردی رو از موانع ظهور امام زمان در این مسیر که بتونیم جدا کنیم، جارو کنیم، به نظرم خیلی کار کردیم. حتی یک گردی رو از سر راهشون برداریم. انشالله که این اتفاق بر هممون بیفته با توجه به اون چیزی که از شما یاد میگیریم. بزرگواری ما سراپا گوشیم از حج و سلام میدونید، تکالیف منتظران. بله، این نکته که فرمودید یک تلنگر خیلی بزرگی است. اگر غیبت امام زمان 12 قرن طول کشید، نشون میده که همونجوری که ظهور قابل تأخیر هست، انسان منتظر باید توجه به این تأخیر بکنه، یعنی با غیبت امام کنار نیاد. لذا نباید خودشو تقصیر کار در امر تأخیر بدونه، همیشه باید دنبال این باشه یک انسان اثرگذار باشه. لذا ما بحثایی که داشتیم در هفته‌های گذشته پیرامون وظایف انسان منتظر که بخش اعظمش مباحث معرفتی نسبت به بحث اطاعت و محبت به امام و تلاش و کوشش نسبت به این زمینه داشته باشه. نکته بعدی که بسیار مهم است و ما انسان‌های منتظر باید بهش توجه بکنیم، اون فضای خودسازی و آماده باش هست که امام صادق میگه حتی شما به اندازه جمع کردن یه تیر هم شده، خودتون رو آماده کنید. لذا این آمادگی نشون میده که در همه ابعاد انسان باید خودش رو آماده کنه. من امروزه چقدر جامعه نوجوان، جوان، کودک، خانواده ها رو آماده کردم که حضرت ظهور کنه بپذیر اون. من جایی بودم به بعضی از جوانان میگفتم کاری کردید بر امر فرج، حالا یکی به شوخی یه نکته‌ای گفت ولی حرفش به نظرم خیلی جای تأمل داره. گفت آقا ما با همین دلار این مقدار میسازیم. یعنی جوون هنوز اون دوران زیبایی دوران ظهور رو درک نکرده، هنوز درک نکرده که غیبت داره ضرر میکنه. اگه امام ظهور کنه دیگه مشکل ازدواج نداره، مشکل مسکن نداره، مشکل زندگی، درآمدها اینها نداره. یعنی از نظر مادی چقدر انسان داره ضرر میکنه. حالا در بعد معنوی که اصل هست که انسان بتونه اون فضای خودسازی و آمادگی رو برای رسیدن به یک انسان مطلوبی که خدا میخواد به اون مقام برسه. لذا ما واقعا داریم نسبت به دوران غیبت ضرر میکنیم و اینجا برسه طرف که دوران غیبت دوران ضرره. به اون جوان عرض کردم چه چیزی باعث شد که شما با همین وضع موجود اینجا رو قانع شدیم؟ گفت به خاطر اینکه حضرت بیاد میکشه، حضرت بیاد زندگیامون تمام میشه. خب این به اون درک بلوغ معرفتی نرسیده. بله. که امام زمان بیاد آغاز زندگی است نه پایان زندگی. او به اون بلوغ نرسیده که امام زمان بیاد به تعبیر امام باقر علیه السلام که روایت خیلی زیبایی است که حضرت میفرماید دست به سر انسان‌ها میکشه، چیکار میکنه؟ میگه عقل و فهم مردم رو رشد میده. یعنی نشون میده کار حضرت تعلیم و تربیته. شناختی که اون فرد از امام زمان پیدا کرده شناختی است که دشمن ایجاد کرده و دلش بخواد. ببین یعنی عملا اون روایات غلطی که بعضی ها وارد در فرهنگ مهدویت ما کردن و این امام مهربانی ها، امام خوبی ها، امام زیبایی ها داره نگاه دیگه این جوان بهش پیدا میکنه، او بهش غلبه کرده. لذا آقای قوامی جان ما بخوایم در جنگ ادراکی و شناختی امروزی دنیا که ذهن‌ها رو تغییر بده، این کار به این ساده نیست. لذا باید خیلی بیش از پیش ما با عمق بخشی نسبت به معارفی که فرد در اون هندسه دین یه بخشیش بحث امامه و نسبت به امام زمان خودش
بداند چه تکلیفی دارد و مسئولیت پذیر باشد، نه مسئولیت گریز. چون بعضی از فرهنگ‌ها و دستورات طرف رو اباهه‌گر میاره، تنبل و سست بار میاره. این فکر میکنه که نسبت به حضرت یه 2 تا دعا کرد و ذکر گفت کفایت میکنه. نه، این باید برسه به اینجا که دوران قبل از ظهور دوران چیزی جز علق و عرق نیست. شبانه روز نباید داشته باشه فرد. خدا رحمت کنه سردار دلهاج قاسم سلیمانی رو، نامه ای داره به دختر خانم بزرگوارشون که میگه دخترم 40 سال نخوابیدم. یعنی یک آدمی چنینی که شبانه روز برای رضای خدا و ولی خدا داره تلاش میکنه، شبانه روز میاد برای دفاع از نوامیس ما، وطن ما، نظام ما، رهبری ما میاد دفاع میکنه. که حضرت آقا تعبیر مکتب دارن یکیش همینه، یعنی یک فرد منتظر ایستا نداره، تنبلی نداره، کوشش داره، یعنی قانع نمیشه به 2 تا کار مثبت. کار مثبت کردی تمام، و سابقین الی ارادته، سبقت بگیر. اینجوری نیستش که 2 تا کار انجام ده دشمن همون 2 تا کار رو میکنه. اینجوری نیستش که برای شیرین کردن مباحث اعتقادی و دینی شما یه لیوان شکر ریختی شیرین کردی، فکر کردی دشمن به اندازه همون یه لیوان آتشخال میریزه، او چندین برابر حجم میاره. لذا فضای خودسازی و آماده باش برای امر فرج خیلی نکته مهمی است که طرف جز تکالیف خودش بدونه. آقای قوامی، تا ظهور اتفاق نیفتاده است من حالت ایستا برام نداره. یعنی یه جای کار داره میلنگه، یه اتفاقاتی داره میفته، من باید تلاشمو مضاعف کنم. حالا شاید طرف بگه خب من تلاش کردم ظهور اتفاق نیفتاد. میگه اشکال نداره، تو تکلیفتو که انجام دادی، وظیفتو که انجام دادی، تو فردا در برابر انشاءالله امام زمان خودت روسفید هستی، در برابر خدا تکالیفتو انجام دادی، یک انسان صالح شدی و صالح پرور بودی در جامعه که چیزی رو از دست ندادی، که جایگاهت معلومه. مگه حضرت امیرالمؤمنین نسبت به مالک اشتر، نسبت به سلمان اینا داره شما ضرر کردید؟ نه، شما وظیفتون انجام دادید، سنگ تمام گذاشتید. لذا امروزه اگه من مالک وار، من سلمان وار، من مثل زهرای مرضیه تلاش و کوششی انجام بدم، خیلی میتونم جامعه رو در یه مسیر درست قرار بدم. اما چی؟ این بخش وظیفه خودسازی خودم و آماده باش برای خودم رو در جامعه بتونم نشون بدم، حالا بر اساس وظایف و مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که من دارم. بسیار کار سختی است، نیاز به پایداری هم داره، استقامت داره. من به نظرم که اینجاست که اون اهمیت اون حدیثی که ابتدا فرمودید از امام صادق روشن میشه که ولو به اندازه یه تیر شده خودتون آماده. مثالشون خیلی جالبه. ما تیرمون تو جنگ نرم الان چیه؟ چه تیرهایی باید آماده کنیم؟ این بخش مهیا و آمادگی سازی که فرمودید در مقابل دشمن متناسب با اقتضاعات و شرایط روز باید باشه دیگه. چه تیری برای خودمون جمع کردیم؟ هر کس هر جایی هست. نظر من خیلی نکنید آقای قوامی جان، برسیم به اینجا. مثلا الان ما دوستان ما در مرکز تخصصی مهدویت مجموعه زحمت کشیدن، دست به دست هم دادن، 1200 شبهه پیرامون حضرت است. خب حضرت میگه وذابین ان، از من دفاع کن، والمحامین ان. یعنی وقتی که میگه آمادگی داشته باشید، یعنی من امروزه به خصوص در نسل نو و جامعه امروزی اینها چقدر با امام زمان آشنا هستن. قطعاً بخشی از این شبهات یا اونا درگیرن یا خانواده هاشون درگیرن. حالا بعضی از آدما دغدغه‌مندن میان سراغ پاسخش، اما خیلی‌ها نیستن. این با تبدیل بشه به یک ابزاری در جامعه که جلوی این شبهات گرفته بشه، پاسخ داده بشه. لذا اینجا ابزارهای مختلفی میخواست. ابزار هنر میخواد، عزیزان هنرمندان ما باید بیان وارد بشن. عزیزان ما در عرصه‌های آموزشی ما، چه در مقاطع آموزشی مدارس ما گرفته، چه در عالی گرفته، چه حوزه گرفته، چه دانشگاه گرفته. عزیزان ما در محیط‌هایی که اثرگذارن در عرصه‌های مجازی ما، خب اینا باید تبدیل شه به روش‌های مختلفی که در فضای مجازی هنرمندان میتونن این کارو بکنن. حالا به قول امروز یا پادکست باشه، نمیدونم کلیپ‌های کوتاهی باشه. یعنی باید همه دست به دست هم بدیم که این آمادگی رو ایجاد بکنیم. که امام کاظم علیه السلام تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه آمادگی یه جوری باشه یقیز و بهی عدونا، دشمن امام زمان از آمادگی تو به قیز در بیاد. یعنی خودسازی که انجام میدی کنارش آمادگی برای امر فرج ایجاد بشه
که بتونید در برابر دشمن، اصلا دشمن رو عصبانی کنید، دشمن رو عقب گرد ایجاد بشه براش. کار سختیه که اینجا یه نکته‌ای داره امام باقر علیه السلام که تعبیری که داره 3 بار حضرت میفرماید هیهات 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 لا یکون فرجا حتی تقربلوا ثم تقربلوا ثم تقربلوا. خب این نشون میده که این همین فتنه ها، شبهات، آسیب ها، انحرافات، بدعت ها و خرافات بسیار زیادی که متاسفانه در جامعه مهدویت ما داریم میبینیم. میفرماید که در دورانی که میرسه بر شما که 3 بار حضرت میفرماید فرج ما فرا میرسد، موقعی که مردم قروال میشن. یعنی بعضی موقعا نگاه کنید تو این قروال که مثلا طرف آردی یا یک ماسه چیزی رو میخواد قروال کنه، این هر چقدر ریستر باشه ریخته میشه، اون درشتا اون بالا میمونه. لذا میگه اون کسی که اعتقادش، معرفتش، خودسازیش، آمادگیش قوی تر باشه اونها میمونن. قلوبهم کالزبر الحدید، دلهاشون انقدر ایمانشون مثل آهن محکم و قویه، اینجوریست با یه شبهه عقب گرد کنن، با یه شبهه یأس و ناامیدی درشون ایجاد بشه، با یه شبهه بیان صورت مسئله رو پاک بکنن. چون ما دوران غیبت 4 چالش جدی داریم. ما یک، فترت فاصله با امام شده، لذا باید با چی؟ با ادله و استدلال این چالش رو حلش کنیم. دوم، حیرت و سرگردانی است، لذا اینجا باید دعوت به امام بشوند. خب یعنی بگیم آقا امام اینه یا به این. چالش سوم فتنه است، یعنی وارونه شدن مطلب، حجمه هایی که اتفاق میفته. راه مبارزش یه دفاع است. دفاع نکنید طبیعی است که انسان میشه حالا مثل همونا دیگه، فرق نمیکنه که. چهارمین چالش یأسه، ناامیدی هست. لذا این تبدیل باشه به امید آفرینی، که امید آفرینی بخش اعظمش برمیگرده به خود انسان که بتونه خودش رو درست کنه، مهندسی رفتار خودش رو منطبق با معیارهای قرآن و اطرت قرار بده و بعد بتونه آمادگیشو برای امام نشون بده به اندازه وسع و توانش. هر کی به اندازه وسعش، هنرش، بتونه برای امام زمان انشالله گام‌های مؤثر رو برداره. انشالله. توکل به خدا. بریم یه عرض ادبی محضرشون داشته باشیم. اجازه شما. اگر ما حاضر باشیم قطعاً او غائب نخواهد بود. السلام علیک یا حجت الله. به نظرم بدترین اتفاق قرن و عصر ما غیبت نیست، غفلته. امام دست نیافتنی نیست، دستای ما بسته است. امام در پس پرده غیبت نیست، پرده به چشمای ماست. اینا اگه حل بشه همه چی مهیاست. دروغ میگم آقا؟ یعنی خود حضرت میفرماید همچون خورشید پشت ابر هستم. خورشید پشت ابر انتفاعشو داره انجام میده، عملشو داره انجام میده، اثرگذاریشو داره. او جهجاه المجاهد است، تلاشگر پنهانی است که در بین ما. در زمان ظهور حضرت میگه الا فروشه، من رو فرشاتون گام برداشتم، هی در بینتون هستم. حتی بعضی داریم در روایات میگن وقتی که حضرت رو در زمان ظهور میبینن میگن ای آقا رو ما چند بار دیده بودیم. یعنی این امام در بین ما هست. یعنی غیبت دلیل بر نبود امام نیست. همونجوری که از تاریخ اشاره کردید، غفلت هایی است که انسان ها دارن، متاسفانه گهگاهی یادشون میره. من قبلا هم عرض کردم در برنامه فاخر شما، یکی از دوستانمون تو مشهد منو دیده بود، گفت آقای نصوری مشهد برای زیارت و کاری چیز. گفتم نه، اومدم هم زیارت توفیقی بود، یک کلاس مهدویت هم داشتیم اینجا. گفت نیمه شعبان که خیلی مونده. نگاهشون اینه که مثلا بحثای مهدویت مربوط به نیمه شعبان هست. خب این نگاه این چنینی و نگاه حد اقلی غفلت‌های اونها رو نشون میده. لذا طرف در هر مسئولیتی که هست پیوست برنامه‌های کاری خودش رو با امام ببینه. یه عزیزی بود از تدریس میکرد در بحث معماری و ساختمانسازی و مهندسی اینا. گفت آقا من مهندس تربیت میکنم، من معمار تربیت میکنم، من باید کاری میکردم برای حضرت که نکردم. گفتم چطور مگه؟ این امام زمان فقط ما رو حوزوی‌ها یا ما رشته‌های علوم انسانی که نیست، ما رو شما هم هست. گفت خب من باید چی کار میکردم؟ گفتم خب مهندسین رو تربیت کن، بیا معماری دوران ظهور رو نگاه بکنن، بر اساس معماری دوران ظهور معماری دوران غیبت رو طراحی بکنن. خب خیلی از فرهنگ‌ها و معماری امروزی ما معماری غربی است، معماری که اصلا منطبق با معیارهای دوران ظهور نیست. بیاید اونا رو درست بکنید، یواش یواش گام برداریم دیگه. یعنی هر کسی به فراخور مثلا چطور اتفاق میفته امنیت در زمان ظهور حضرت طوری است
که زن از شرق به غرب عالم بره کسی متعرض اون نمی شود. قطعا سیره امام در بعد امنیت باید بررسی بشه، نگاه اجتهادی گرفته بشه. دستگاه امنیت ما باید ببینه خب چه روشی داره اون که من امروزه بتونم این نگاه امنیت رو در جامعه رشد بدم. اقتصاد حضرت، اینا همش برمیگردد به اون تکالیفی که طرف پیوست برنامه کاری خودش رو مهدویت ببینه، بحث‌های پیرامون حضرت رو ببینه. اما چیزی که خیلی مهم هست به عنوان تکلیف بسیار مهم، امام صادق میگه که باید طوری باشید یار برای امام تربیت کنید. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه. خب انصاره یعنی امام یار میخواد، لذا من باید برم در بعد تعلیم و تربیت خودم و تربیت فرزند در خانواده سرباز برای امام زمان تربیت کنم، یار برای امام زمان تربیت بکنم. خب اینا چگونه باید باشد؟ اینا رو من باید در برنامه‌های زندگی خودم ببینم، در نظام تعلیم و تربیت خودم ببینم. این که میگن در یاران امام زمان، امام صادق هم سر ان یکون از اصحاب امام زمان فلیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. ورع همون تقواست. میگه نه، تقوا یعنی مدل زندگیت با نگاه انسان‌های عادل باید باشه. ورع چیه؟ میگه این انسان عادل در جامعه هم بتونه تولید و توزیع چی بکنه؟ عدالت بکنه در جامعه. یعنی عدالت اجتماعی. یعنی در جامعه اگه جای بی‌عدالتی هست، یعنی انسان عادل نتونست تسری ورع رو در جامعه بده، در خودش نگه داشته. میگه این کفایت نمیکنه. میگه در فضای ورع در جامعه طوری باشه که من کاسب، من استاد، هر کی در جای خودش روحیه عدالت داشته باشه در جامعه. یعنی این نگاه رو در تربیت ببینه. بعد چی میگه؟ محاسن اخلاق. اصلا سمبل حرکت اسلام اخلاق نیکه. سمبل بزرگ ما در این فضا آقا رسول الله است. من بعضی موقع مثلا میگن شکمبه شتر ریختن روی پیامبر. آقا شکمبه شتر رو نگاه بکنید. بعد پیامبر چیز برخوردی با اونها کرد؟ یه روز که نمیومد رفت عیادتش، گفت که این شخصیت وقتی هم که تمام فشارها به پیامبر عزیز ما آمده، فقط همون دورانی که در شعب ابی طالب اونجا چی شدن؟ حذف شدن، یعنی محاصره اقتصادی شدن، تحریمشون کردن. وقتی کم که با این بلاها سرشون آوردن، یارانشون رو شهید کردن، اذیت کردن، حضرت رو چقدر اذیت کردن. وقتی روز اولی که اومد مکه چی گفت؟ راحت میتونست انتقام بگیره از شخصیتی ها انسانی، ولی گفت الیوم یوم المرحمه. یعنی پیامبر سمبل اخلاقه. ما آقای قوایی متاسفانه نسبت به مهربانی و زیبایی های پیامبر خیلی کم حرف زدیم. اصلا نسبت به خود پیامبر کم حرف زدیم. لذا باید خیلی مطالب بیشتر. لذا اینجا میگه محاسن اخلاق، یعنی انسان، یعنی الان تو دنیا دشمن داره به اسلام به عنوان تروریست، اسلام رو به عنوان جنگ طلب، خشونت طلب. حتی بعضی موقع من یه بار یادم یه فیلمی آقای گریوادرز درست کرد به نام فتنه. ابتدای فیلم کاریکاتور پیامبر عزیز رو گذاشت، عمامه مبارک رسول خدا رو بمب گذاشت. بعد 15 دقیقه این فیلم رو شروع کرد که میخواست اینو بگه، این بمب رو 15 دقیقه روشن گذاشت، فیلم هم 15 دقیقه. میخواست اینطور بگه که 15 قرن این تفکر جنگ و خشونت نعوذ بالله روز به روز رشد کرده، شما جلوشو نگرفتید. بعد تایمو کم میکنه، میگه زودتر جلوشون رو میگرفتید بیشتر میشد. بعد چقدر نامردانه اومدن چیکار کردن؟ اومده آیه 60 سوره انفال رو میخونه و اعد لهم ما استطعتم من قوه. میگه مسلمونا با این آیه وظیفه ترور دارن، در حالی که این آیه میگه آمادگی برای دفاع داشته باشید. بعد این آیه رو که میخونه کنارش جریان 11 سپتامبر نشون میده، یعنی میگه این کار مسلموناست به اصطلاح. بعد چرا؟ چون مدلی از اسلام رو تو جامعه چیکار کرده؟ نشر داده. خدا لعنت کنه این حادثه‌ای که در کرمان به وجود اومد، باعث و بانیش اینها رو جریان داعش و امثال اینها. حتی اینا داعشی هم نیست، همین ملعونایی هستن که در همون توار سلفی ها و اینا هستن و الا ما آثاری از اینها رو نداریم، همش از یک آبشخور هستن. مثلا همین مدل یا القاعده، مثلا در 11 سپتامبر که در امریکا اتفاق افتاد اون سال، خب این گفتن کار مسلموناست. بله بله. خب مدلی از خودشون درست کردن این. حالا از این ور یه سوال از خود همونها میکنیم. این دو برج 11,000 کارمند داشته، 3,000 تا یهودی در روز کاری چرا سر کار نیومدن؟ نبودن.
بعد جلوتر که میاد ایستگاهی در لندن رو نشون میده، یه بمبی منفجر میشه. بلافاصله خطبه نماز جمعه بعضی از این خطبا رو میاره، مثل مسجد الاقصی و جا دیگه رو میاره. در خطبه ها آیات جهاد رو میخونن، میگه دیدید مسلمونا دستور دارن که اینا، یعنی هر مدلی از جهاد اینها بیارید، اینا بلافاصله ربط میدن به در که خودشون این همه جنایت میکنن و نگاه نمیکنن. لذا این فضایی که داره ایجاد میشه، دشمن نسبت به نگاه ما نگاه کاملا تخریبانه داره وارد میشه که بگوید این اسلام اینه، آغازش پیامبر بوده با اون حرکت، پایانش مهدی خواهد آمد، او هم با جنگ و خشونت و وحشت. این فضایی است که دشمن ایجاد میکنه. لذا وقتی که من یار تربیت میگه بکنم، یارانی باید تربیت کنم که مدل حسن خلق و اخلاق نیک از ما در جامعه نشون داده بشه. بعضی موقع بد عمل کردن خود جامعه منتظر بدترین حالتی است برای خود ماها. یعنی دشمن اینا رو بیشتر میپسنده، تندخویی کنم، بد اخلاقی کنم، جامعه رو در مسیر فضای تند خودم قرار بدم که بتونم فضای جامعه رو دچار التهاب بکنم. این برنامه‌هایی است که مثلا بعضی از این افراد شرور دارن انجام میدن، اینا در جامعه اسلامی ما نیست. اینا بیماران اعتقادی دارن، لذا نیاز به درمان دارن، باید برن سراغ درمان اینها که وظیفه همه ماست که این کارو بکنیم. پس این اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانه، یعنی باید اون خودسازی و آماده باشی که انسان منتظر جز تکالیف خودش انجام میده، باید بر اساس این باشه که تربیتی بکند که در مسیر یاری امام زمان خودش قرار بگیره. یعنی سرباز پروری بکنیم برای امام زمان علیه السلام و اعوانهی، معاونت کننده امام زمان باشه. حالا باید داره چه ویژگی هایی باشه، چه راههایی رو باید انجام بدیم ما، چه کارهایی باید انجام بدیم ما که بتونیم در مسیر تربیت قرار بدیم، که بتونیم همون خودسازی رو در جامعه و آمادگی رو در جامعه بتونیم نشرش بدیم که جزء سربازان امام زمان انشاءالله. خیلی ممنونم استاد نصوری عزیز، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم. عوامل ندارین؟ نه انشالله که بتونیم ما هم یک سرباز خوبی باشیم برای حضرت مهدی علیه السلام. الهی آمین. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. 162 شماره روابط عمومی سازمان، اظهار نظر درباره آنچه که در یاد خدا می‌بینید و فراموش نفرمایید. فرمایشاتتون من یاد 2 بیت انداخت تقدیم کنم و این آرزوی خوب رو هم برای خودم دارم هم برای شما و بعد خداحافظی کنم. دعا میکنم غرق باران شوید، مخصوصا تو این ماه‌های و شب‌ها و روزهای قشنگ ماه خدا که ابرهای بارانزای رحمت الهی به سر و روی بنده‌هاش میریزه. دعا میکنم غرق باران شوید، چو بوی خوش یاس و ریحان شوید، چو یاران مهدی شمارش کنند، شما هم جزو یاران شوید. اللهم آمین. یا حق. خداحافظ.